بیننده های عزیز و گرانقدر تلویزیون شمشاد و همچنین بیننده های خوبی برنامه زمرشکل زمرجوان، السلام علیکم. رؤوف سرخوش هستم با تقدیم برنامه کنونی در خدمت شما خوبان قرار دارم. عزیزان بیننده، موضوع این هفته ما هست گزارشی از ولایت زیبای بامیان در ارتباط مجسمه های بودها، همچنین بودی کلان و بودی کوچک و همچنین بودهای دیگر، مجسمه های دیگر. عزیزان بیننده، وقت شما را زیاد نمیگیریم چون این برنامه ما خیلی دلچسب است. امیدوار هستم که خوشتان بیاید، با هم میبینیم و امیدوار هستم که شما لذت ببرین و سوال هایی که در ذهنتان هست از این طریق حل شود. با هم میبینیم، با ما باشید. بیننده های عزیز و گرانقدر تلویزیون شمشاد، رؤوف سرخوش هستم و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم. عزیزان برنامه، شما را دعوت میکنیم به مجموعه تصاویری از مجسمه های بامیان باستان. عزیزان برنامه، ما این برنامه را تقدیم میکنیم با شما خوبان، با شما کسایی که نمیتونین مجسمه ها را، بامیان باستان، شهر غلغله را، شهر ضحاک و دیدنی های زیبای بامیان، اژدها را، بند امیر، موقعیت زیبای شهر باستانی بامیان ببینین. امیدوار هستم که این برنامه ما را ببینین و سوال هایی که در ذهن شما خوبان وجود داره و حل شود. امیدوار هستم که با ما باشید و از این برنامه لذت ببرید. بیننده های عزیز گرانقدر تلویزیون شمشاد، همکنون در پیش پیکری مجسمه بودا قرار داریم، مجسمه کلان. در ارتباط مجسمه ها مدیر محترم در خدمت حاضر شده، بیایید از زبان اینها در ارتباط مجسمه های بامیان جویا میشیم. با ما باشید. اسم رامین الخانی، مسئول آبادات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان. بسیار خوب. الخانی صاحب، میشه برای ما بگویی که امی بوتا در مجموع برای ما معرفی کنی؟ اول از بوت کلان که چی نام داره، عرضش چنده، طولش چنده، تاریخش میتونیم بگویی؟ اول نامش بر شما بگویم که نام از نامی بودای کلان سلسال است که قدامت تاریخی 1500 سال یا 1600 سال داره. بعضی گفتهای بعضی دانشمندان حتی 800 سال یا 2000 سال هم اینا نظر دادن و در اواخر بعضی دانشمندایی که تحقیق کردن قدامتش 1500 سال گفتن اینا که ارتفاعش 53 متر میایه و بعضی برشانه و برشانش 15 متر میایه. دیگه در اطراف اطناف بودای کلان بعضی مغارای وجود داره که این مغارا دو از زمان امی رایبا یا مجاورای بودا دو قسمت ها زندگی میکنن که مغارا اکثرشون دو نقوش های بسیار زیبا کار شده بود.
و همچنین راجع در بوتی که مگرون در پیش استاد هستیم بودا نامش از شامامه است که ارتفاعش 35 متر میایه که همچنان تقریبا 16 سال یا بله 16 سال یا 17 سال قدامت تاریخی داره. در قرن 5 الی 6 جور شده که ببخشید یک موضوع فراموش کردیم که بودای کلان در قرن 3 الی 4 شروع شد 4 ختم شده و این بودای شامامه که ما شما روبروش ایستاده هستیم در قرن 5 شروع شده کارش با 6 ختم شده و بین بودای شامامه و سلسال تقریبا 60 سال الی 50 سال تفاوت داره. اول به نظر شامامه جور شد بعدا سلسال و بعضی نظر دانشمنداست که میگن نه اول سلسال جور شد بعدا شامامه. همینطور نظرات مختلف است در این عرصه. بسیار خوب. در این حالی که میخوایم بریم در ارتباط بوت شامامه از نزدیک دیدن کنیم چی چیزا داره اینجا؟ در این بودا شامامه همچنان مثل بودای قبلی بودای کلان که مغارای خرد و کوچکی هستن که بسیار بعضی کم کم از نقوش های مانده که اونا شما باز از نزدیک ما شما میبینیم اوره. بسیار جهان تشکر شما. قابلش نیست شما میچنم. یه هم قسمت های زینه های چیز که طرفی چی مجسمه میریم طرف سر مجسمه میریم و بیننده های عزیز ببینید که چقدر جالب است. آدم متعجب میشه که چقدر زیبا اونایی را کاوش کرده جور کرده با چی کار کرده آدم حیران میمونه. امیال ما و شما با این همه امکانات نمیتونیم این کار بکنیم. بسیار مشکل است و افسوس که دشمنای افغانستان دشمنای تمدن دشمنای مجسمه ها هیچ چیزی گرانبها را چنان ضربه زده که هیچ قابل ترمیم و قابل دوباره ای را بازسازی کنی به صورت اولش در بیاری هیچ امکان نداره. اگر لابیست آدم که میبینه بیننده عزیز واقعا جگرش خون میشه که یک سرمایه ملی را دشمن ها چی کار کرده. و بیننده عزیز طوری که میبینید قسمت سر مجسمه کلان است. شما خودتون اول برای ما معرفی کنین. رازی رحیمی هستم، ساکن بامیان. بسیار خوب. رازی جان میتونی بگویی که بوت بامیان چرا تخریب شد و کی تخریب کرده؟ بوت بامیان رو تقریبا
7 سال 6 سال پیش توسط طالبان تخریب شد، توسط کسایی که نمیخواستن تمدن در افغانستان باشه و دشمن اساسی افغانستان داشتن، کسانی که باعث ویرانگری تمام افغانستان شدن و آثار باستانی که باعث اینه که یک جور سند، یک جور تمدن تمام کشور به خصوص برای ما افغانی‌ها به حساب میاد و مردم از جای بسیار دور برای دیدنش میان نابود کردند. میتونین بگی که چند ارتفاع داره؟ 53 متر ارتفاع داره. آفرین. بوتی به اصطلاح کوچیک چند ارتفاع داره؟ بوت کوچیک رو 35 متر ارتفاع داره. خب تقاضای من اینه که برای آثار باستانی میهن ما بیشترین کوشش رو بکنن در حفظ و نگهداریش و سعی کنن که برای اینکه این آثار باستانی بر ما بسیار با ارزش است، سعی کنن برای مراقبتش بیشتر تلاش کنن و مخصوصا برای این بوت‌های باستانی بامیان یک کوشش کنن که دوباره شاید جور بشه، ساخته بشه و مردم از جای بسیار دور برای دیدنش میان و این برای میهن ما بسیار خوب است. بسیار خوب، تشکر شما. خواهش می‌کنم. تشکر از شما. تشکر. عارف عسکری هستم، مسئول کتابخانه در ولایت بامیان. مجسمه بزرگ که به نام سلسال یاد میشه که به ارتفاع تقریبا 53 متر می باشد در مرکز ولایت بامیان قرار دارد و همچنان بوت خرد که تقریبا به نام شمامه یاد می شود که اینا هم در ولایت بامیان می باشد که تقریبا اردوشان در یک جای قرار دارد که به فاصله تقریبا 35 متر می باشد و اینا یک زیبایی خاصی را به ولایت بامیان بخشیده است. بسیار خوب. امی فایده مجسمه ها برای افغانستان و برای ولایت بامیان چی است؟ خب واضح است که مجسمه ها خودش زیبایی ولایت بامیان می باشد، زیبایی افغانستان می باشد و فایده های خیلی زیادی دارد. از یک نگاه که زیبایی کشور ما